منم از کچلی در اومدم، مقابل شدی. خب من آقای ابراهیم شاهین، ساکن شیراز، از شانس خوبم با کلینیک بهار آشنا شدم. من تصور می‌کردم چون من زمین خالی کلم خیلی زیاد بود، فوق‌العاده راضی بودم نسبت به اینکه اینجا کاشت انجام دادم. تکنسیانی بسیار باحال، بسیار خوش اخلاق. شاید شروع این که من کاشتمو انجام دادم یکم با ترس و دلهوره بود که حالا به هر حال چون پای زیبایی آدم وسطه، ولی خب بعدش متوجه شدم نه، بچه‌ها تو کارشون خیلی حرفه‌ای ان. از شما دوستانی هم که یکم استرس دارید، یکم استراب دارید در خصوص زیباییتون، تغییر چهرهتون، بهتون پیشنهاد میدم که این کلینیکو یادتون باشه، جای خوبیه. مطمئنا منم مثل شما بودم، ولی خب الان میبینید که اتفاق خوب افتاد. پس پیج کلینیک رو دنبال کن تا از تخفیفات آخر سال جا نمونی.